یک minut حسین اشرف اگر اجازت باشه 1 minut خب گپ میزنم خروج میشم دیگه انشالله. بیا بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم برادر همه کس خوب. اما کوتاه. خب بله بسیار کوتاه انشالله. من فقط این زنگ زدگی من در اینجا تماس گرفتگی من به سببی است که من با اون کسایی که خطاب میکنم که به خونه ما به پیش کمپیر 75 ساله رفتین خواستین که من از فعالیتم بازگردم. من در همین جد در حضور همین برادرها برام به همین خاطر تماس گرفتم، به خاطر ابوبکر تماس نگرفتم به خاطر دیگه، فقط به خاطر بابای دونا و به همین خاطره که شما رفته اون خونه ما رو آزار و اذیت نکنید که شما نمیتونید که من رو از این راه بگردونید. این خطاب من به اون 6 نفره که دنبال خونه ما رفتین و در او خونه غیر زنک دیگر کس نیست. اگر شما زن هستین خیر رفته گپ زده میگیریم به زنها. اگر مرد هستین نمره تلفن من در دست شما هست، مرحمت زنگ زنید با من صحبت کنید. این خطاب من به اون کسانی که مثل سگ بچه رفته خونه دنبال خونه کسانی که فعالیت سیاسی دارن دنبال خونه او نمیتونید من رو از این راه گردونده. این را فراموش نکنید. اگر مرد هستید بیایید مردانوار زنگ بزنید در تلفن من با هم گپ زنید. اگر مرد هستید و واقعا اگر مردک هستید. ولی اگر مرد نیستین فعلتون فعل زن ها است، رفتارتون مثال زن ها است، غیرت با مرد سخن کردن ندارین، غیرت ندارین که روپرو با مرد صحبت کنید، مرحمت رفته در همون زنها همون کمپیر 70 سالایی که 75 سالایی که دولینی زده زبانش میلرزه اینا شما توش نمیدونین و میرین شرم کرده خطوند وقتی میبینین که حالت کمپیر به این حالت است بعد خطوند چوچک بینک و سوید بینک نمیدونم کدام دیدوی سگ دیدوی خونه مردم میکنید تا اون اوجا رفتن بیاید با من زنگ بزنید. ما اگر هر روز اکای اشرف اگر مرا قبول کنه من هر روز در ضد این رژیم صحبت خواهم کرد. در برنامه محمد اقبال صدرالدین که کانال اصلاح صحبت خواهم کرد و در هر کانالی که نه وابسته اون کانال گروهی کدام کانال است کی است مهم مخالف این رژیم باشد من دوجه برآمده صحبت سخن ما کردن میگیرم. این به خاطر برای شما کسانی که 6 نفره که رفتین در اونجا مثل سگای دیدو پیش کمپیر 75 ساله رفتین. تشکر زیاد برادر. دوم به آزادی با بابای دونه کی بابای دونه کی دنیار رفت به خونه کمبغلا کمک کرد. بابای دونه کی برای ما مبارزین جوان، برای ما مبارزینی که خود مبارز میدونیم، برای ما مبارزه را نشان داد که مبارزه وابسته به یاشی و پیری ندارد. برای مبارزانی که در داخل وطن مبارزه بردن یا که میدونن که این حکومت این رژیمی کثیف است، رژیمی هست که ناحق هست، برای اونا نشان داد که مبارزه در داخل وطن هم می شود. برای کسانی که برادری میگن اعلان برادری کردن میخواهند بگن که ما برادر هستیم ما برادری همدیگر هستیم، برای اونا نشان داد که برادری این خیل می شود که وقتی تو در زندان غلطیدی تو باید فکری اویله و فرزند زن و کودک تنکنی چون که برادری دارید مثل بابای دانیار میآید دستگیر می شود. برای کسانی که میخواهند بگن که ما شجاع هستیم بابای دانیار برای ما اجازه داد و نشان دادید شجاعت در کجاست. شجاعت نه در پیری وابستگی دارد نه در یاشی. شجاعت اون مرد شجاع همیشه در هر جای هست و با کسی هست در مقابل کدام ظالمی هست اون شجاعت خودش برای ما نشان داد و بابای دانیار وقتی زندان رفت برای ما درس های دادگی است که ما باید از اون درس ها استفاده بریم. خداوند نگهبان باشد. در امان الله. سلام علیکم و رحمت. سلام علیکم. خب در اینجا این مادر ما چه بتیم صحبت بتیم ما شما برادر همتون در بیرون در استودیو اجرا میکنین بعدن یک تا یک شما رو قبول میکنم. خب remove
ریموو. خب کی موندک؟ خب اینجا همین مادر موندگی است. همین. السلام علیکم. و علیکم السلام. من اینجا یک دو مصرع شعر میگویم برای اکوی ابوبکر. کدوم ابوبکر؟ انا همین کس. این نمی؟ بله. این درباره شعر نوشتم. ای مسلمانان ببینید چی دوران آمده است. وقتی بدبختی گمراهی به خلق آمده است. علم را هیچگر نماند و عالمان را حرمت. وقتی تنبور و رباب و ناله شادان آمده است. عالم از در آید با هزاران علم و فن. مردمان گویند که این مریدی شیطان آمده است. صوفی از در آید با هزاران آه و واه. مردمان گویند که ساحل از پس نان آمده است. کافر از در آید با هزاران جبر و ظلم. مردمان گویند که شاه از پیش سلطان آمده است. دختران به شرم گشتند، کودکان پس به ادب. بازی عشق بازی کار پیران آمده است. مردمان کوک و کباب میوه ها آرایش به پیش. که فلانی نزد ما امروز مهمان آمده است. سعدی یار رو خاک شو در کوی صاحب دولتان. این جهان در نزد تو مانند زندان آمده است. در این همین وقت، همین سال و زمان بعد گویم که در فقط کمبغلان میسوزند. چی در تای پنجره، چی ابزار، فقط کمبغلا دایند. از این همین مسجدای هم گرفتن محکم کردن. یک فقط همین مسجد بود که می رفتن نمازاشون هم می خوندن و از الله گویم که طلب میکردن. همین هم گرفتن درش بسته کردن. کسانی که در فیسبوک ما را تماشا دارین، هر پیغامی داشته باشین نوشته کنین. شما میتونین که من میتونم پیغام شما را در اکران بمونم، شما تماشا کنین. خب یگان سخن دیگر، یگان خطاب دیگر به رحمانوف، به حکومتدارا، به مردم، به جوانان دارین مادر؟ جوانان، مردم، چشماتون کشوین. این همه شیطانگری، همه این گویم که فند و فریبی، خلابی، غری، دوزی، همش در این همه یک انسان است که ما فقط گمراه ساختگی در غریبی گشتگی. تشکر زیاد مادر. خدا نگهدارتون باشه. تشکر. خب بفرما برادر مسلم. میکروفونتون اکشوین. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام. میشه بخدا داشت. بقای ابوبکر همی من میگفتم ندرم نکیم بوار که هم معلوم اکی خدا ده هم ادمای مونندی کنده هم کبرتن ترنگ هم خیلی همی بزنن تلت هم کنن نمی جنبی هم یک خیلی سبرتن. من مسئله از گفت که رحمانوف بین بهترین آدم الله جدا کرده شاه مونده شه. همین فرعون هم بهترین آدم بود الله جداش کرد. ابو جهل هم بهترین بود که الله جدا کرد روبرش کرد. دور خودشون نمرود هم خیلی بود. خیلی خیلی باشم خیلی اگه مناد هموی یگانی یگان کمبودی نداری براتم. تام چکل کنده موندگیان تکو تام کنده میره. تو سفید های سیاه فرق نمیکنی براتم. تو هم چیزی که در تو میگن که این همه سیاه تام را میگوی میره. هرچند که او سفید های. مردک خی نمیشه. مردک حق گب میزنه. تو چی گفته است خود نمیفهمی. حوزی بود پرستی در جای در دولت توجیکستان چکلی بود پرستی های. بس یک لحظه برادر. میبینی خیلی رحمانوف. برادر مسلم یک لحظه باش یازی. ای ابوبکر ما چیکار کنیم؟ ما چیکار کنیم بگو.
акаҷон, ҳар як шаҳрванди тоҷикистон бояд хизмати ҳар як порчаи замини ватанаша кунад рафта. 4 سال خدمت کردیم برادر. این من تقسیم 4 شدن سال در در همین کل گواردیا می‌کنم. پرزیدنتی 4 سال در گواردیا پرزیدنتی ما کار کردیم. ما خدمت خیر کردیم. همین کاری که ما میکنیم خطاه. کاری خطاه. خب این آدم من میگم که کنده این معنی نداره وقتی. حاضر شرایط اقتصادی تاجیکستان هر یک شهروند تاجیکستان میدونه. برادر رفته یک منبع اندازبندی شده قضای بیرونی تاجیکستان به سهمش گذاره. گفت که همی اکای حسین که تو باور که زوزده همی جایی از یادم بخیر خیلی گفتی من تماشا کردم 2 ساعت گوشت دارم را یادم به من بگم خیلی بعد مرا که برو وردم با تو گفتم بگی ما مثلا همی اکای حسین من نمیدونم که در تو چی بدی کده تو میدروی میگو که دجال اینا تو از همون بچه را گفتی که تو مرا کافر گفتی تو خودت کافر میشه تو حق نداری تو این مردک که تو اکجا میدونی که این چی پیروی دجال های این مردک مومن مسلمان های با این که حدیث ها و این قرآن امر معروفت میکنه تو همون قرآن نمیدونی تو بسم الله تا گفته نمیتونی نعوذ بالله چه تو این مردک میگو که تو پیروی دجالی چی باید امام علی هم که ظلم میکنه هم که کشتا پارتست فرق نداره و کیه چیه بازین هم در محمد اقبال صدرالدین تماشا کردیم رئیس شهر کولو قطعش نون نماخر بود من نمیدونم با چیکارو اون بور زندان کرد شد فایده فرق نداره که کی چی فرق نداره لوبای کسا بود در نخوره چه تمام میگذاره میروه نسبت ما هر چیزی که میگم بگن فرق نداره ما عادی شدگی نگن اخی برادر ترم ایامو عضوی همه همی موی ترم اخی چی ترا که گاب زد مورم گاب زد ما اومد رو اومده نبودم پروستا این بچه گفت که رحمانوف ایباین بهترین آدمو جدا کده مونده تو اخی برادر تو والله که بخدا من نمیدونم مختار چی بگم تو نومی بهترین نوم مونده لیکن گاب زنید والله قسم رنگی تپکی اخی نخواد تو با یک مرده که با عقلی میفهمیدگی تو بخواد گفت که ایباین بهترین آدمو مونده نخواد 9 میلیون تاجیک یا بهترین نباشه یا امام علی بهترین باشه نعوذ بالله استغفرالله که برادر بگرده ارادی کارو نکه دیگه تشکر برادر مسلم زنده و سربلند الله نگهدارت باشه